فرصت برای خرید طلا مهیا شده. قبل از ادامه ویدیو لطفا سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. پشت سر من چارت جهانی طلا هست و داخل اصلاح هست. اصلاح یک ترند سعودی. خیلی وقته که به خاطر تنش‌هایی که در سطح جهان وجود داره عرض کردم که توی یک روند صعودی قرار داره. سناریوی اول برای خرید قیمت طلا رو داخل ویدیوهای قبلی گذاشتم. سناریوی دوم میخوام براتون عرض کنم. همونطور که میبینید سطح بالایی ما از دست رفت و احتمال اینکه اونس جهانی طلا تا 3900 تا 3800 اصلاح کنه هست. این اصلاح قیمتی به معنی ریزش برداشتش نکنید. فرصت خرید هست برای میانگین کم کردن یا برای خرید، چون با این تنش ها احتمال این که طلا قیمت های بالاتر هم ببینه هست و این تو بازار داخل